اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قل رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه عزیزان، با آرزوی که ایام کامتون باشه و روزگارتون سرشار از موفقیت و کامیابی بشه. خب دوستان، با یکی دیگر جلسات آموزشی یوتیوب مجموعه علوم غریبه و خفیه اسلامی رو در خدمتتون هستیم. من امیر ایرانی هستم. انشالله که تا اینجا از مباحث استفاده جامع و کامل رو برده باشید. خب مبحثی رو که امروز در خدمتتون هستیم یه مبحث بسیار مهم و مبحثی که خب خیلی هم دوستان دربارش شنیدید. به نام مبحث چیه؟ مبحث خدمت شما عرض کنم که انرژی خواری و راه بازگشت انرژی. خب ببینید، این بحث خیلی بحث هم شیرینیه، هم جذابیه، هم خیلی طولانیه. یعنی توی جلسه آموزشی حالا یه ربع ما نمیتونیم بشینیم کل این مبحث رو برای شما باز کنیم با جزئیاتش. بنابراین یه سری چیزای کلی گفته میشه، یه دستورالعمل هم میگیم انشالله. مباحث تخصصی و ریز و حالا جزئیات بمونه برای دوره‌های آموزشی. خب قبل از این که ما ویدیو رو شروع کنید، دوستان کانال رو لایک کنید، ویدیو رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله کنار کانال رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوها آگاه بشید. همچنین میتونید تو قسمت کامنت ها و نظرات هم جدیدترین نظرات و کامنتاتون رو دوستان قرار بدید. خب بریم سراغ مبحث. اول من یه توضیح بدم بعد دستورالعمل رو میگم. ببینید، ما در کلا یه سری چیزها هستن، میدونید که ما هر کاری انجام میدیم در زندگیمون با انرژی ها انجام میدیم. یه سری چیزها هستن انرژی ها رو از بین میبرن، بهشون میگن انرژی خوار. حالا به طور کلی من یه سریاشون هم میبرم، باز ممکنه تقسیم بندی های دیگه هم به قول معروف گفته باشن. یک، گناه. دو، برخی موجودات متافیزیک. سه، آسیب های چاکراها. و چهار، خستگی های مفرط. خب این یه 4 تا دسته‌بندیه. حالا میگن دسته‌بندی ها میتونه متفاوت باشه، میتونه نظرات مختلف باشه، چون این یه موضوعیه که بالاخره موضوع علمیه. در موضوعات علمی هم خب نظرات زیاده و هر کسی حالا به قول معروف یه نظراتی داره دیگه که میتونه نظراتشو بده که حالا مورد بحث قرار بگیره. پس ما مثل چیزایی داریم که ببینید این قضیه ها اتفاق میفته توشون. ما وقتی که انرژیمون رو از دست میدیم دوستان، به اصطلاح انرژی خواری اتفاق میفته یا تخلیه انرژی در بدن ما انجام میشه. یه دفعه میبینید طرف دیگه خالی کرده، دیگه جون نداره، دیگه به قول معروف اون حال هم روحی هم جسمی رو نداره. باید این حالا برگرده، مخصوصا انرژی خواری که ریشش به روح انسان برمیگرده. خب یه سری موقع جسمیه، طرف میره کار میکنه، طرف داره تلاش میکنه، خب از کار خستگی به قول معروف طبیعیه، یه سری کارا خسته کننده است، آدم خب خسته میشه. اما یه سری موقع آدم اصلا کار بدنی خاصی نکرده ولی باز هم احساس میکنه یه دفعه اصلا انرژیش خالی میشه. یه دفعه مثلا خدمت شما عرض کنم که دچار انرژی خواری میشه. این جزء مواردیه که ما باید بدونیم به قول معروف. ولی ما تمام به قول معروف وجودمون رو انرژی گرفته. از چاکراها که مراکز انرژی ان شما حساب بکنید تا حالا بریم به
درون بدنمون، به اعمالمون، به روحمون، تمام اینا تابع انرژی هان، یعنی انرژی هان که بر ما حاکمن و سیطره دارن. کلن روح بر جسم سیطره داره دیگه دوستان، اینو میدونید که احاطه روح بر جسم داریم ما. جسم یه کالبده که این کالبد میتونه حالا به شکل‌های مختلف در بیاد و عوض بشه، اما روح یه وجوده، یک چیزیه که همه چیز در تاثیر قرار میده. پس بنابراین شما زیاد شنیدید انرژی درمانی، نمیدونم ریکی، نمیدونم چیزایی که هستش. حالا یه سریاش واقعی، یه سریاش ساختگی، انرژی کیهانی، نمیدونم این چیزا رو زیاد شنیدید. مثلا ببینید دوستان، یه چیزی بهتون میگم، مثلا شما بخواید انرژیتون برگرده، برای چی میگن انسان بره تو طبیعت؟ برای اینکه طبیعت وقتی انسان روحش دچار شادابی، تراوت میشه، از دغدغه ها دور میشه، اون انرژی برمیگرده. مثلا میبینید توی اهرام ثلاثه مصر، من بهتون میخوام بگم که امواج انرژی کیهانی به خاطر شکل اون هرمه که ما اینو تو دوره الواح توضیح دادیم. حتی ارواحی که در اونجا حاکم است، در اون اهرام ثلاثه مصر، چگونه در اون حالا چیزا کار میکنن. این یه مبحث تخصصیه که حالا در دوره افاق و آموزش‌های علم شریف الواح اینا رو آموزش دادیم که میان اینا توی اونجا، حالا توی مثلا اهرام ثلاثه مصر، با یه هنر رو بقولید دوستان، با یه هنر رو شکل خاصی ساخته شده. انعکاس این امواج در یک نقطه که در وسط هرم این همدیگر رو قطع میکنن و بیشترین میزان انرژی در این مرکز کانونی در فاصله 1/3 فوقانی ارتفاع هرمه که میاد اونجا قرار میگیره. به اصطلاح این قسمت یعنی آبی رو قرار میدن تو این قسمت، این آب باردار میشه که برای رفع بیماری هم هست. این هم این نکته آموزشی این بودش که بهتون بگم. حالا این خیلی این چیزایی که مثلا بهتون دارم میگم مباحث علمیه، یعنی مباحثیه که در علوم مختلف دربارش بحث شده و به اینجا رسیده. خب بریم یه روشی رو بهتون یاد بدیم حالا دوستان که مبحث کامل شه. برای رفع حالا همین خدمت شما عرض کنم که انرژیتون یهویی کم شد یا اینکه حالا به قول معروف دچار انرژی خاری شدید، انرژیتون رو از دست دادید به هر دلیلی، حالا اصلا دلایلش ببینید مهم نیست، حالا بعدا میگیم مهم هست و باید جلوگیری کرد، ولی فعلا ما میگیم از دست رفته، میخوایم برگردونه. باید بیاید آب و سرکه و نمک رو بیارید. نمک ترجیحاً چی باشه؟ نمک دریا یا همون نمک خشن یا همون نمک های درشت. این ستا رو میارید دوستان، قاطی میکنید با هم دیگه. ستا رو قاطی میکنید با هم دیگه و اینا رو روش میخونید 3 بار. الله اکبر و اعظم و اقدر. اینو 3 بار روی این آب میخونید. بعد سوره زلزال 3 بار. ببین روی آب میخونید یعنی که نفستون به آب بخوره، فوت نمیخواد بکنید. کاسه چیزی ظرفی که ریختید حتی آبتون به قدری باشه که بعدا میخوایم باش قص کنیم یادتون میدیم، حالا 1 لیتر 2 لیتر باشه که این کار انجام میدید. اونم 3 بار میخونید. بعد میایید میگید چی؟ میگید فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت. این هم 3 بار میخونید.
این قسمتی از آیه خدمت شما عرض کنم که 266 سوره مبارکه بقره است. فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت. پس اینم میاد شما 3 بار دوباره روی این قضیه میخونید. سپس اسم الله مانع رو اسم الله مانع 100 بار یا میتونید با یا ندا بخونید یا مانع یا خودشو مانع فرق نمیکنه. سپس آیت الکرسی تا هو العلی العظیم 7 بار. سپس سوره های ناس و فلق، یعنی 1 بار میخونید، 2 بار، 3 بار، 3 بار میخونید روی همین آب، همه رو روی آب میخونید. به اصطلاح دارید شما این آب رو انرژی دار یا همون باردار میکنید. یه نکته دوستان بهتون بگم، دوستان باید شما باز هم نکته‌ای که همیشه تو آموزش ها میگم، 4 اصل رو رعایت کنید: انجام واجبات و ترک محرمات، نماز اول وقت، احترام کامل به پدر و مادر و اگر دینی هم گردنتون است ادا کنید. چون توجه کنید این نکاتی که بهتون گفته میشه اینا کلیده، اینا رمز نجات اعمال روحانیه. این دستور رو کامل روی آب انجام میدید. سپس با این آب باید غسل کنید. خب چون این آب قرآنیه، باید زیرش تشتی چیزی قرار بدین، آب رو جمع کنید و بریزید آب ناپاک، بریزید محل پاک بره. هیچ وقت نذارید توی فاضلابی، چاهی، جایی بره، چون آب قرآنیه و این کار حرامه. پس این کار رو جمع میکنید. با همین کار ایشانله انرژیتون برمیگرده. قرآن خوندن انرژی انسان رو برمیگردونه. آرامش داشتن انرژی انسان رو برمیگردونه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر خدا آرامش رو به انسان برمیگردونه. ببینید دوستان، ما باید راه درست رو بریم. نگاه نکنید چی خوزعبلات میگن. اگه قرار بود به خوزعبلات گفتن کسی به جایی برسه، خب بیا این چیزا که تو این کتابا و سایت‌های عربی و ایمانور زیاد ریخته. شما باید ببینید کجا طرف داره چی میگه. اصلا نگاه نکنید به قول معروف چیه منشأ حرف، نوع حرف و بستگی داره از کجا میاد. هر کی هر حرف قلمبه سلمبه زد که نه این که درست میگه دوستان. در عین حال میبینی طرف یه دستور ساده میده، در عین حال اکسیر اعظمه. کی گفته دستور به سختی شه و به اسمای عجیب شه و خب بله اینه برای دکون دستک و بازارگرمی خیلی خوبه. مثلا میان بازگشت سحر به سحر میگن شط و ساحر. خب این چه فرقی داره؟ ببینی برایش این کارو میکنه برای اینکه فریبت بده. اگه نگه که تو نمیری بگی خب این چه چیز خاصیه، میگی خب بازگشت سحر به ساحر دیگه، همین فقط اسم عربیشو گفته بده. مثلا تنبیه والا ساحر رو این اسمای عربیشو میگم. این که کاری نداره، این که علم نیست، این یک ترجمه است. کلاس به قول معروف دوم ابتدایی هم توی مدرسه هم بهتون یاد میدن این چیزا رو. اگر زبان عربی بلد باشید اصلا این مسائل واسه چیز اولیه است. خب دوستان برای این جلسه کفایت میکنه. فقط نکاتی وجود داره رو من بگم. خانم ها در زمان وضع شرعی انجام ندن، آقایون در زمانی که ناپاکن انجام ندن. با رعایت آداب عمومی باشه. صدقه قبل عمل یادتون نره. آداب عمومی که قبلا کلا گفتیم فراموش نکنید دیگه، برای همه دستورات انجام بدید. و در آخر هم دوستان لطفا ویدیو رو لایک کنید، دکمه زنگوله کنار ویدیو رو بزنید که از جدیدترین ویدیوهای کانال آشنا بشید. کانال رو سابسکرایب کنید. در قسمت کامنت ها نظرات هم کامنت، نظر، پیشنهاد، انتقاد هر